هلو یا سلام به همگی. هسلیش ویلکومن. خیلی خوش اومدید به کانال زینودوش. امروز میخوایم بریم مکالممون رو کامل ترش بکنیم و یک مبحث جدید خواهیم داشت. با من همراه باشید. موضوع امروزمون در مورد وضعیت متأهل بودن و یا مجرد بودن هست. پس بیایید بریم با هم دیگه یاد بگیریم چطور جمله بندی بکنیم و خودمون رو معرفی بکنیم. بیشتر فعلایی که تو این درس استفاده میکنیم زاین و هابن هست. امیدوارم صرف فعلاش رو فراموش نکرده باشید. ولی یک بار دیگه اینجا با هم دیگه مرور میکنیم. صرف فعل زاین ich bin, du bist, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind و فعل هابن صرفش به این شکل هست. ich habe, du hast, sie hat, wir haben, ihr habt, sie haben. خب اولین جمله‌مون هست ich bin ledig. ich bin ledig یعنی من مجرد هستم که در اتریش لدیک هم خونده میشه، تلفظ میشه و میتونیم به جاش بگیم ich bin Single. این هم به معنای مجرد بودن هست، یعنی من مجرد هستم. جمله بعدی ich habe Freund oder Freundin. Freund یعنی دوست، دوستی که مسکولین هست و Freundin دوستی که دختر هست و یا فمینین هست. یعنی من دوست پسر دارم یا دوست دختر دارم. جمله بعدی ich bin verliebt یعنی من عاشق هستم. جمله بعدی ich bin verlobt یعنی من نامزد دارم. حالا میخوام بگیم من متأهل هستم، میشه ich bin verheiratet. اگه بخوایم بگیم من طلاق گرفتم و یا جدا شدم میگیم ich bin geschieden. ich bin geschieden. جمله بعدی هست wir leben zusammen یعنی ما با هم زندگی میکنیم. leben یعنی زندگی کردن. اگه یادتون باشه ما وونن رو هم داشتیم به معنی زندگی کردن که اون زندگی کردن از نظر موقعیت جغرافیایی رو بیان میکنه. zusammen یعنی با هم. حالا میخوایم منفیش کنیم، میگیم wir leben nicht zusammen ما با هم زندگی نمی کنیم. حالا میخوایم بگیم که ما جدا از هم زندگی میکنیم، میگیم wir leben getrennt. حالا میخوایم بگیم من با والدینم زندگی میکنم ich lebe bei meinen Eltern. حالا میخوایم بگیم ما یه بچه داریم wir haben ein Kind. برای گفتن بیش از یک بچه به این صورت عمل میکنیم wir haben zwei oder drei oder vier Kinder. Kinder جمع kind هست به معنی بچه ها. حالا میخوایم بگیم ما هیچ بچه‌ای نداریم wir haben keine Kinder. keine Kinder. بسیار سپاسگزارم از شما که تا اینجای برنامه با من همراه بودید و من رو به دوستانتون معرفی میکنید. در ضمن لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و زنگوله رو بزن که هر وقت من مطالب جدید رو آپلود کردم اولین نفری باشی که ازش مطلع میشی. روز شبتون خوش. سپاسگزارم. خدا نگهدار.